تا روزی وفاتش همراه همین زن بود است و از همین زن بسیار میندار بود. حتی در همین آخرین لحظات حیاتش هم میگه زنش صدا کرد، گفت که امروز خانه من مهمونا میآیند، درها را باز کرد برای که من نمیدانم کدام در میدروید. این قدر مشکی به جایی دارم گفت، همون مشک که با آب آلوده کنه بگی به جارو در خانه بشب که خانه بوی مشک ده که مهمانای ما بسیار مهمانای گرامی هستند، از بوی بد تنفر دارند. غرض حضرت صلی الله علیه و سلم هم ملائکه های رحمت است که ملائکه ها وقتی میآیند قبل از او که روح بنده مؤمن قبض شود به امر پروردگار یک شمار زیادی ملائکه ها میآیند که ان علی وجوههم الشمس، چنان تابناک هستند که گویا در جای سرشان آفتاب باشد. از دو طرف میگه میستند، همین خیلی خوشرو و زیبا و همراهشو عطر جنتی آوردگیند، همراهشو کفنی جنتی آوردگیند و منتظر میستند که کی ملک الموت روح بنده را قبض کند بر او روح به یک عزت اکرام با عطر خوشبو بسازند، در عطر جنتی بپیچانند، از 7 آسمان گذرانده به زیر عرش پروردگار برند. سلام برادرای عزیز، با دقت همه شما میرسونیم که اکای بختیار یا مهاجری توجیک در نزد بازار صدوات آفیسی اجامه، یعنی برای سلامتی یکایک ما و شما کشادن و اگر شما میخواهید که طبابت گیرید و از بیماری ها رها یابید، شما میتونید با انمی رقم های در زیر بوده زنگ زنید، مراجعت کنید و یا اینکه با یوتیوب کانالی اکای بختیار ابونه شوید و هر ویدیویی که میتوانید از آن تماشا با عطر خوشبو بسازند، در عطر جنتی بپیچانند، از 7 آسمان گذرانده به زیر عرش پروردگار برند و ندای ملکوتی را بشنوند، ندای الله که اکتب کتاب عبدی فی علیین و اعیدوه الی الارض، نام این بنده مرا در علیین ثبت کنید و اکو بر زمین بر بگردونیدش. فانی منها خلقتهم و فیها اعیدهم و منها اخرجهم تارة اخرى، زیرا که من بنده را از خاک خلق کردم، به خاک بر میگردانم، باز بار دیگر از خاک حشرش میکنم. جهانی را یافت با آب آمیخته کرد، همه را میگه مشکنگیز کرد، درون را باز کرد و حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه جان به جان آفرین تسلیم کرد. سلمانی که میگه دائم تاکیدش هم بود، وقتی میگفتن از چی محزونی، حضرت میگفته است که بکیت من فراق الاحبه محمد صلی الله علیه و سلم و حزبه، همیشه من گریانم از فراق دوستان، از فراق محبان، از فراق محمد صلی الله علیه و سلم و اصحاب بزرگوار آن حضرت صلی الله علیه و سلم. خانه گرد و بگیر پیچانیده در کار است، نه یورانیوان در کار است. برای مرد دیگه خیر دنیا و آخرت میرسه از اون زن. بگذار که جهازی بایم که نداشته باشه، مادام که آداب داشته باشه، اخلاق داشته باشه، قسم به الله رحمت پروردگار به او خاندان وارد میسازد. حضرت علی کرم الله وجهه روایت میکند که جهز رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه فی خمیل و قرب و وسادت عدم حشوها من اثخیر. حدیث امام احمد روایت کرده است. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه بی فاطمه زهرا را مجهز ساخت، یعنی جهاز بی فاطمه از 3 چیز عبارت بود دیگه حضرت. یک مشکش داد از برای آبگیری، یک چادرک و یک بالشتی که از پوست گوسفند به دست داد، در داخلش یک گیاه با نام اسخیر. در بعضی روایاتی که ضعف دارند، از جمله قاضی ایاز در کتاب شفاش بیاره، میگه حضرت همچنین برای بی فاطمه یک طبق داده بود، یک دست تا سنگ داشت، آسیابای دستیه که یک مشت دو مشت گندم و جو آرد میکنند، یک پاپوشی نو داشته است، یک مسواک چوب. دار و نداری بی فاطمه سیده زنهای جنت همین بود. سری مردان عالم مصطفی بود، ببین تا در ره دنیا کجا بود. چه اندر راه درویشی سر افراخت، قبای مسکند را در بر انداخت. حضرت شیخ عطار قصه میکنه توی بی فاطمه را. ببینه میگه حضرت صلی الله علیه و سلم سرور کائناتن، اما طرز زندگیش چی نو بود، تربیه فرزندا را به چی طریق براه مانده بود. اسامه گفت سید داد فرمان که ابوبکر و عمر را پیش من خواند. حضرت اسامه ابن زید که حب
رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. این حضرت لوبیم چی بود است. دایم همراه حضرت بود. یک روز میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم امر کرد که ابوبکر و عمر رو پیش من خواند. چه پیش آمد ابوبکر و عمر نیست، پیامبر خواند زهرا رو بدر نیست. بدو گفتا جهازت هر چی داری چنان خواهم که در پیش من آید. وقتی میگه حضرت بیبی فاطمه اومد، حضرت گفت یا بیبی فاطمه برای جهازات بگی بیا، اگرچه نوری چشم عید الافروز به حیدر میکنم تسلیمت این رو. تو نوری تو دیده منی، اما دختر باید شوهر کنم. بیایی مرحمت کنم، بیایی هم تراس بیا حضرت. یا برو همجا بگذاره بیایی، همجا خولیه بیایی، بیا همجا خولیه بیایی. مرحمت خدوم عزیزا را به این خاندان خیر مقدم بگوییم و از درگاه خداوند متعال مسئلات اون رو داری که پروردگار شرکت کنندگان این محفل خیرم به همه خیر روزای سعادت و خوشبختی، روز توی نکاحی فرزندان نبیر واش باش. اگر چی نوری چشم عید الافروز به حیدر بکنم تسلیمت روز، بشد یک سنگی دستاسان یگانه برون آورد اون ساعت زی خانه، یکی کهنه حسیر از برگ خرما، یکی مسواک نعلین مطراب، یکی کاسه زی چوب آورد با هم، این کاسه چوبیش این همی طبق چوبیه، یکی کاسه زی چوب آورد با هم، یکی بالیش زی چرم میش محکم، یکی چادر ولیکن 7 پاره همه آورد و آمد در نظاره. بود شدی جهازی بیبی فاطمه همین خب دست داخل. پیامبر خواجه انواع و اجناس به گردن بر نهاد آن سنگ دستاس. حضرت میگه سنگ دستاس سر عرفه کرد. ابوبکر آن حصیر آنگاه برداشت، عمر بالیش گرفت راه برداشت. حضرت ابوبکر همون بوریا را گرفت کلولک تای کش کرد، به حضرت عمر بالیش رسید. پس آنگه فاطمه دختی پیامبر به سر اندر کشید آن کهنه چادر، پس آن نعلین را بر پای خود بست، پس آن مسواک را بگرفت در دست. بیبی فاطمه را میگه که بسوش پوشید تو چه آراسته کرد، نه یک گوشبار طلا، نه چله طلا، نه یک گردنبند. اسامه گفت من آن کاسه آنگاه گرفتم در کف برداشتم را. اسامه میگه من پسر خردسال بودم و ما هم طبق رسید، طبق گرفتم ما حرکت کردیم، پای پیاده بیبی فاطمه را به منزل حضرت علی مردستیانه. چه پیش حجره حیدر رسیدم، زیگریه روی مردم می ندیدم. علمم که در راه میگه دیگه همین چشمم لقلقی آب شده پیش پامنه میبینم. پیامبر گفت ای مرد نکوکار چرا میگیری آخر اینقدر زار؟ حضرت گفت یا اسامه چی درد داری؟ چرا گریه میگیری؟ بدو گفتم زی درویشی زهرا مرا جان و جگر شد خون و خارا. ببین تا قیصر و کسرا چی دارد ولی پیغمبر از دنیا چی دارد. گفت علمم کرد یا رسول الله آقای دشمنان خدا در نوش نعمت در ناز زندگی میکنن، اما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم جهازی دخترش بگیر. کسی که خواجه هر دو جهان است جهازی دخترش اینک عیان است. حضرت میگه در پشتم تپ تپ کرد. پیامبر گفت ای اسامه این نیست چه باید مرد، هست این هم بس چیز. بچم گفت گریه نکن، همین هم حساب و کتاب داره، عاقبت کار مردن است. بیبی فاطمه بگذار که جهاز نداره، مال و ثروت دنیا نداره، اما بیبی فاطمه حافظه قرآن است. بیبی فاطمه اخلاق و آداب داره، بیبی فاطمه علم داره. واقعا بیبی فاطمه به حجره حضرت علی نور برد، صفا برد، رحمت خدا برد.
خداوند از دامان بیبی فاطمه برای حضرت علی و برای مسلمانان فرزندای داده است که نور چشم تاج سر بودند. ولی همین سادات محترم ما، سیدزاده های ما که الحمدلله در دیار ما هم خدا را شکر زیاد هستند، همه اصل ریشهشون از همه علی و فاطمه آمدگی هستند، حسنی و حسینی هستند. ببینید شنیدی حال پیغمبر زمانه، تو میخواهی که گیرداری جهانه. ما نه درباره اخلاق و آداب عروس فکر میکنیم، نه یک دهن نصیحتش میکنیم، نه با خدا و پیغمبر آشناش میکنیم، نه خط قرآن هم میآموزانیمش. همین فقط در فکر چی؟ یک بچه از پل دیگر اینطوری فسان خریدن در کار، همسایه $1000 گرفته است مگر هم 1,000 بگیرد. یک بچه گوسپار و چلش گرفتن در کار، یکی تعنش نزنن، کرپا و کرپچه های فسان گرفتن در کار. آخه اگر تمام مال و ثروت دنیا را همراهش ببره، ادب نداشته باشه، اخلاق نداشته باشه، شوهر احترام نکنه، خسر خشتومن احترام نکنه، چی فایده و منفعت است از اون جهاز؟ اگر هم مرسدسی پچکشم که بتی یا سال پس جوابش بهتن میوید. خشاب موالی پدری که همیشه در مد نظرش همی است، فرزند تعلیم میته، آداب می آموزونه، از همون خوردیش با طریقه اویلداری آشنا میسازند. مرد با اخلاق و آداب و با نصیحت، زن با پخت پز با طریقه و رسم و رسوم قبول مهمون زنونه و دیگر و دیگر. انشاءالله همون دختری که تربیت دیدگی پدردار است، به شک و شبهه و خانه مسلمانان را آباد میکنه. بابای ایشان و ایسیدین ما ایزمره هم کسایی هستند که الحمدلله در خاندانش هم مستوره هستند، دخترای خود تربیت کرده است و یقین است که ایشان و ایسیدین هم عروس به خاطر دیانت انتخاب کردگی است. فسفربیزات دین تریبت یدا و ایشان دل گواهی میده که خداوند ایشان مرتضای ما را صاحب زن صالحش میکنه که وقت اقبال مییابه و زندگیش بسیار شیرین و گوارا میگذرد و خداوند از پشتش از دامان زوجش فرزندای عالم و قاری و محیب به دنیا میارد، فرزندایی که باعث افتخار مسلمانای ایدیال میگردند. خداوند بزرگ محفل مبارک بگرداند بار دیگر. خداوند شعبچه را هوای تازه عروش از جمیع بلا و آفات و گزندها حفظ کند. خداوند بینشان الفت و مودت و محبت واقعی را برقرار سازد. پروردگار غیرت همت شان بتن که حق و حقوق همدیگر را رعایت کنند، ظلم نکنند به همدیگر، پدر و مادر همدیگر را احترام کنند و خدمت کنند تا اینکه از فرزنداش احترام و خدمت رو بگیرند. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين برحمتك يا أرحم.